یک شاخه گل، برنامه شماره 160. چه شود اگر که بری ز دل همه دردهای نهانیم، به کرشمه‌های نهانی و به تفقدات زبانیم. شود اگر که بری ز دل همه دردهای نهانیم، چه شود اگر که بری ز دل همه دردهای نهانیم، به کرشمه‌های نهانی و به تفقدات زبانیم. نه به ناز تکیه کند گلی، نه به ناله دل شده بلبلی، تو اگر به طرف چمن دمی بنشینی و بنشانیم. دو بیتی که شنیدید از رشحه شاعری است به نام. اسمش بیگم و از زنان سخنور قرن 13 است و در مضمون پروری زبرده است. به یاد روی تو بر مه شبی نظر کردم، نه اینکه رفتی و رو بر مه دگر کردم. ز دست هجر تو تا دیگری به سر نکند، تمام خاک درت را ز گریه تر کردم. رشحه تنها شاعری است که از هر سو که بنگریم با سرایندگانی نسبتی نسبی یا سببی داشته. پدر سید احمد هاتف، سراینده ترجیبند مشهور، برادرش سحاب از شعرای معروف دوران فتحعلی شاه، همسرش نظیری و فرزندش میرزا احمد متخلص به کشته. برخی از تذکره نویسان رشحه را در شعر و شاعری بالاتر از برادرش سحاب دانستند. جدا از زلف و رخسار تو جان دادم به ناکامی،
جدا از زلف و رخسار تو جان دادم به ناکامی. نه خرم از تو در صبحی، نه دلشاد از تو در شامی. جدا از زلف و رخسار تو جان دادم به ناکامی. نه خرم از تو در صبحی، نه دلشاد از تو در شامی. نه خرم از تو در صبحی، نه دلشاد از تو در شامی.
لب لعل تو را دید و به من گفت هر کس که لب لعل تو را دید و به من گفت حکا که خوش کنده عقیقه یمنی را جنم یمنی را پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 160 بود که با شرکت سیما بینا تنظیم یافته. ترانه و آهنگ از شیدا، گوینده روشنک.